درود بیننده عزیزی شبکه ورزش، هفته نوتان بخیر باشد. خوش آمدید به نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی هفته ورزش. امروز چون همیشگی من فریدون سفرزاده شما را از رویدادهای مهم هفته ورزشی کشور آگاه میکنم. پس بیایید سراول به سرخط خبرها متوجه میشویم و پس آن برنامه را ادامه میدهیم. شهر دوشنبه میزبانی مسابقه بین المللی اوید به تنیس برای دریافت جام دوشنبه گردید. فدراسیای جودوی کشور با مربیان و ورزشکاران نشست کاری انجام داد. چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم آغاز گردید. در 8 شهر و ناحیه کشور فستیوال فوتبال برای دختران از 6 تا 12 ساله انجام یافت. در شهر خاروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان مسابقه تکواندو و فوتبال خرد برگزار گردید. تماشابینان عزیز، هفته ورزشی کشور را از مسابقه بین المللی تنیس برای دریافت جام شهر دوشنبه که میان نورسان سال تولد 2009-2010 دایر شد شروع میکنیم. در این مسابقه ورزشکاران از کشورهای تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، ازبکستان و پاکستان شرکت ورزیدند. خوب تنیس بازان کشور ما در این مسابقه چی نتیجه به بار آوردند در ادامه برنامه تماشا میکنیم. باعث فرحمندی و سرفرازی است که امروز شهر دوشنبه قدرت و توان برگزاری دلخواه چهاربینی‌های ورزشی قاروی را دارد. هفته سپری شده از 16 تا 23 اپریل مسابقه بین المللی تنیس برای دریافت جام شهر دوشنبه میان نورسانی از 10 تا 14 ساله دایر گردید. در این مسابقه ورزشکاران از کشورهای تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، ازبکستان و پاکستان اشتراک نمودند. مسابقه مذکور به واسطه با سرپرستی فدراسیون تنیس آسیا و فدراسیون تنیس تاجیکستان همه ساله دایر کرده می شود. در این سن و سال امسال بیش از 60 تنیس باز میان دختران و پسران در رقابت‌های جفتی و انفرادی برای دریافت جام شهر دوشنبه تلاش ورزیدند. بیشتر ورزشکاران رقابت‌ها را از مرحله 1/16 نهایی شروع کردند. تنیس بازان کشور ما میان دختران دیارا احمد و نیلوفر چهارشنبه و لالا شریپова و میان پسران عبدالجعفر علیف، بیلال زیایف در روز اول هنرنمایی کردند. روز 23 اپریل میانی بهترین تنیس بازانی که به دور نهایی راه یافته بودند رقابت‌ها بسیار جالب و دیدنی صورت گرفت. در حیات انفرادی میانی مردان مقام اول را سامان امانوف با شکست دادن آناتولی کسیبولکوی قزاق صاحب شد. مقام سوم را باشد نماینده کشوری به ما همسایه و همجوار ازبکستان سعید امیرخان سعید عظیموف به دست آورد. میانی بانوان همه مقام‌های افتخاری را تنیس بازانی ازبکستان به خود اختصاص دادند. در رقابت نهایی ورونیکا لیان کیرا کیم را در 2 ست با حساب 6-4 و 6-1 شکست داده زینه اول را مال خود کرد. مسلمه خان توردی مرادووا به گرفتن مقام سوم نائل گردید. غالبان در حیات جفتی نیز معین گشتند. با آخری نهایی جفتی 4 نماینده ازبکستان وارد کار گشتند که جفتی کیرکیم و اولسیا پترووا در 2 ست با حساب 1-6-3 مسلمه خان توردی مرادووا و ورونیکا جپاروا را شکست دادند. یگانه نماینده کشوری ما در حیات جفتی سامان امانوف با همراهی آناتولی تسیبولکو جفتی تنیس بازانی ازبک را شکست داده مقام اول را صاحب گشتند. قابل ذکر است که مسابقه مذکور برای تنیس بازان جهتی آماده شویشان به مسابقه های سطحی بلندتر که در آغاز ماه می در نظر است زمینه خوب شده می تواند. طبق نقشه چهاربینی های فدراسیون تنیس آسیا در ماه می در پایتخت کشوری عزیزمان مسابقه بین المللی تنیس دوشنبه اوپن که نماینده بیشتری کشورهای قاره آسیا را به هم می آورد برگزار خواهد شد. در آن مسابقه تنیس بازانی تا 16 ساله اشتراک خواهند کرد. اپریل در تالاری کمیته ملی المپی تاجیکستان با اشتراک رهبریت فدراسیون جودوی کشور، نمایندگان کمیته ملی المپی، مسئولین و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و جودوکاران کشور کنفرانسیا دایر گردید.
کاری کنفرانس از 4 قسم عبارت بود. در ابتدای نشست مسئولین در مورد تغییر و الоваҳо درآوردن به آیین‌نامه فدراسیای جودوی تاجیکستان بحث و گفتگوها نمودند. بعداً مسئله سفربرکنی جودوکاران کشور به یکی از مسابقه‌های قربی در کشی ساده بازی‌های آسیا که از ماه سپتامبر سال جاری در کشور چین در نظر است بررسی گردید. همساله فدراسیای جودوی مملکت در عرفه عید و جشن‌های بزرگ ملی مسابقه بین المللی جودو برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را دایر می‌نماید. یکی از مسائل اساسی کنفرانس نیز برگزاری نهمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جودو در سال 2022 به حساب می‌رفت. سرمربی دسته منتخب نفر است که برای راهبری، تیاری، تشکل، بنفشه‌گیری و اشتراک دسته منتخب در مسابقه‌های فراق‌آوری مسئول میباشد. همینطور در مورد صلاحیت‌های سرمربیان کار کنفرانس ادامه یافت. با پیشنهاد راهبر فدراسیای جودوی کشور نورالله لایقوف، یکی از مربیان با تجربه ناصر بازاروف سرمربی منتخب بانوان میهن آید به جودو تعیین گردید. در انتها یک مسئله مهم دیگر موضوع صلاحیت‌های داوران مورد بررسی حاضرین قرار گرفت. ذکر گردید که همه تیم‌های ناحیه‌های گوناگون کشور باید در هیئت خود داور داشته باشند. برای سویه دانش داوران را بلند نمودن میباید که در شهر و نواحی میهن سمینارهای آموزشی را دایر نماییم. قید نمودن اشتراکچیانی نشست. همچنین علاوه کرده شد که بعد برگزاری هر چهاربینی بین المللی با اشتراک رهبریت فدراسیون و ورزشکاران نشست برگزار کرده شود تا کمبودی‌های جای داشته را سری وقت برطرف نمایند. دوستان گرامی، از کنفرانس جودوی کشور همکنون روی می‌آوریم به چمپیونات تاجیکستان آید به فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم که هفته سپری شده شروع شدند. امسال 12 دسته بهر راه یافتن به لیگ اولی تلاش می‌ورزند. در دور اولی مسابقه 6 واخوری برگزار شد که در عموم 22 گل دسته‌ها به دروازه همدیگر به ثمر رسانیدند. خوب بازی‌ها با کدام نتیجه‌ها جنبست گردیدند در ادامه برنامه تماشا می‌کنیم. 22 اپریل بازی‌های دوری اولی چمپیونات تاجیکستان آید به فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم فوتبال کشور شروع شدند. دسته سرحچی ناحیه میر سید علی حمدانی در دوری اول با باشگاه دوشنبه شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخار اندری میدان رقابت شدند. بنابر سبب آماده نبودن ورزشگاه خانگی دسته سرحچی با آخری دسته‌ها در ناحیه فرخار دایر شد. قابل ذکر است که دسته سرحچی در دوام فعالیت خویش اولین بار است که در لیگ یکم فوتبال کشور هنرنمایی میکند. در قسمت اولی بازی هر دو باشگاه امکان کشودن حساب را داشتند، لیگ آنها را درست استفاده بردن نتوانستند. قسم دومی بازی با برتری دوشنبگی ها شروع شد، زیرا آنها رشته بازی را به دست گرفته یک بار دو مرتبه به زدن گل دست یافتند. در ادامه فوتبالبازان ناحیه حمدانی کوشش زدن گل جوابی را کردند، لیگ به آنها میسر نشد که خط دروازه تیم دوشنبه را رخ نکنند. با همین نتیجه 0-2 بازی به نفع باشگاه دوشنبه انجام یافت. دوشنبگی ها توانستند که در بازی اول صاحب 3 امتیاز ضروری گردند. همچنین روز 22 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با آخری دسته‌های بخشی شهر حصار و وحدتی شهر وحدت دایر شد. قسم اولی بازی با برتری هر دو باشگاه آغاز گردید، زیرا هر دو دسته توانستند که از امکانیت‌های فراهم شده متناسباً استفاده برند و دو مرتبگی به زدن گل دست یابند. در اداره کردن توپ و هجوم‌ها هر دو باشگاه در قسم اول کاملاً برابر میدانداری کردند. در قسم دوم بازی فوتبالبازان شهر حصار دیگر به مهمانان فرصتی به هجوم گذاشتن را نداده پیوسته با پاس‌های کوتاه و تاکتیک‌های جالب بازی هجومکارانه نشان دادند. همین بازی دسته‌ای آنها بود که دو گل دیگر را در قسم دوم و آخری به ثمر رسانیدند و حساب بازی 4-2 گردید. با همین نتیجه با آخری دسته‌ها انجام یافت و فوتبالبازان دسته برقی 3 امتیاز ضروری را کسب کردند. در انجام گزارش خویش شما را با نتیجه دیگر با آخری‌های لیگ یکم فوتبال کشور در جدول زیر آشنا می‌سازیم.
چنانه که در برنامه قبلی از جریان برگزاری فستیوال فوتبال تحت عنوان فیفا وومنز فوتبال کمپین که در 8 شهر و ناحیه‌های کشور دایر گردیده ایستاده است شما را آگاه کرده بودیم. امروز از جریان برگزاری این فستیوال که در ناحیه بخش و شهرهای وحدت و دوشنبه گذرانده شد شما را واقف می‌سازیم. متوجه باشید. دوام یک هفته می شود که در 8 شهر و ناحیه‌های کشور فستیوال فوتبال تحت عنوان فیفا وومنز فوتبال کمپین مرحله به مرحله گذرانیده شده ایستادند. کاروان فستیوال پس از ناحیه دنغره، شهر نورک و ناحیه ناصر خسرو که شما را ما در برنامه قبلی خبردار کرده بودیم، این نوبت به ناحیه بخشی ولایت ختلان رسید. فستیوال با ابتکار لیگ بانوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در همبستگی با فدراسیون فوتبال بین المللی میانی دخترانی از 6 تا 12 ساله دایر گردیده ایستاده است. فستیوال امروزه در ورزشگاه مرکزی ناحیه بخش بیش از 100 نفر دخترکان را به هم آورد. باوری کامل داریم که دخترانی که در این فستیوال شرکت می‌ورزند می‌توانند در دسته‌های فوتبال دخترانه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان شرکت ورزند و اینچنین در مسابقه‌هایی که از جانب لیگ فوتبال بانوان برگزار می‌گردد اشتراک نمایند. مقصد برگزاری این فستیوال این پیش از همه جلب دختران خردسال به فوتبال میباشد و اینچنین عمومی گردانیدن فوتبال بین دختران در جمهوری یعنی در کشور میباشد. در این چاره‌بینی سالم‌گردانی و فرهنگی و فراغتی با یک حسیات جالب و روحیه بالیده همه اشتراکیان زیر راهنمای اینستروکتوری عمومی فوتبالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان عادل کریموف زیر موسیقی فوران بازی‌های گوناگون را اجرا می‌کردند که برای هر کدام اشتراکچی پسند بود. باید تذکر داد که محض برگزاری چنین فستیوال‌ها سبب می‌گردد و نسل نورس به خصوص دختران مهرشان نسبت به ورزش رقم یک سیاره یعنی فوتبال دوچند می‌گردد. اطمینان می‌رود که تشکیل و برگزاری فستیوال مذکور جهت جلب نسل نورس من جمله دختران به این رشته ورزش نقشی مؤثر خواهد گذاشت. اپریل کاروان فستیوال فوتبال برای دخترانی از 6 تا 12 ساله به شهر وحدت رسید. در کلانترین ورزشگاه کشور که در شهر وحدت بنیاد شده است، چاره‌بینی امروزه بیش از 200 دختر را به مسافه هم آورد. مورد ذکر است که لیگ بانوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان پنجمین فستیوال خود را در دایره فستیوال فیفا وومنز فوتبال کمپین برگزار کرده ایستاده است. اینچنین نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان به حیث اینستروکتور و اشتراکچیان فستیوال عملهای گوناگون فوتبالی را تلقین می‌کردند. دختران هم در نوبت خود به گروه‌ها تقسیم شده بازی‌های گوناگون ورزشی را با یک مهارت بلند اجرا می‌کردند. همه اشتراکچیان از آن فراهمندی می‌کردند که در ناحیه آنها چنین فستیوال امروز برگزار گردیده ایستاده است و باعث سرجمعی و اتفاقی آنها شده است و آنها در برابر بازی‌های شوق‌آور باز رفیقانی جدید نیز پیدا کردند. من امروز آمدم که دانش مهارت خودم رو در اینجا بسنجم. ما بسیارتر میخوایم که این طور مسابقه ها برگزار شوند و ما آمده در اینجا خرسندی کنیم. ما میخوایم که نام مکتب نام مؤسسه خودم رو بلند برداریم. نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش شهری وحدت هم در رفت چاره‌بینی امروزه حضور داشتند و این اقدام را برای نسل نورس قابل دستگیری بیان نمودند. همچنین آنها ذکر کردند که در آینده برای دختران شهر وحدت شرایط بهتری فراهم می‌آورند تا یک دسته فوتبالی از شهر وحدت تأسیس بدهند. با باوری گفته می‌توانم که اگر چنین فستیوال‌ها در شهر وحدت در سطح زیاد گردانیده شود، ما می توانیم که از حساب جوان دختران یک دسته فوتبال دخترانه تأسیس دهیم و در آینده نام وحدت را و چاره‌بینی‌های ورزشی از جمله فوتبال را زیاد گردانیم. سمیه عبدالله و یکی از اشتراکچیان فستیوال امروزه در شهر وحدت می باشد. حالا او در صنف چهارم تحصیل می کند. سمیه از آن خوشحال است که امروز این چاره‌بینی در شهر آنها دایر گردیده ایستاده است و محض برگزاری همین فستیوال ها می تواند او را به پیراهی آرزوهایش رهسپار نماید. من میخواهم که در آینده فوتبالیست شوم. من میخواهم که مثل مجنه فاضله شوم. من خیلی آرزو داشتم که من فوتبالیست شوم و در اینجا بسیار بازی کنم. من خیلی خرسندم که اینجا آمدم و ما با دوگانه‌هایمون بازی کردیم.
инструктори оммавии футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон Одил Каримов чун ҳар вақта бо духтарон таҳти мусиқии форам амалҳои гуногуни варзиширо аз рӯи таҳриррезии барнома талқин мекард. Дар фарҷом ба иштирокчиён тӯб ва пироҳанҳои футболӣ тақдим карда шуд. субҳи 20 апрел аз рӯи нақша ва таҳриррезии барнома фестивали мазкур зери унвони FIFA Women's Football Campaign дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ташкил ва гузаронида шуд. беш аз 100 духтари аз 6 то 12 сола дар майдончаи сеюми захиравии варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ба ҳам омаданд. ҳадаф аз баргузории фестивали ном бурда тарғибу ташвиқи футбол дар шаҳру ноҳияҳои мухталифи кишвар ва ҷалби духтарон ба футбол мебошад. дар навбати худ духтарон ҳам аз меъёр зиёд ба ин чорабинӣ ҷалб шуда аз рӯи барномарезии мураббӣ бозиҳои гуногунро иҷро мекарданду ҳама якҷоя бо иҷрои чунин амалҳои ҷолиб фараҳмандӣ мекарданд. ما خیلی خوشحالیم که این خیلی فستیوال ها با ما میکنن. ما میخوایم که همین خیلی فستیوال ها رو کرده ما اشتراک کنیم و با دوگانه های نو شنا شوه و با آنها فستیوال ها رو اجرا نماییم. من خیلی خوشحالم که در این فستیوال اشتراک میکنم و من خیلی اولا مینداری خودم رو با رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی میرسونم که چنین میدانچه ها رو با ما ساختم و کودکان آمده در اینجا مشق میکنه وقتی خود رو به هوده نمیگذارانیم. من به دیگر هموطنانمان توصیه میدهم که آمده در اینجا با ورزش مشغول شوند چون که ورزش گروی سلامتی است. دختران هم در نوبت خویش به گروه‌ها جدا شده سرگرمی بازی‌های جالب و گوناگون می‌شدند. هدف اساسی چهاربینی ورزشی این ترغیب فوتبال زنانه در تاجیکستان تغییر دادن تصورات فوتبال دخترانه در کشور و جلب آنها به فوتبال بازی میباشد. فستیوال در شکل بازی‌های شوق‌آور برگزار گردید. در فرجام فستیوال از جانب کمیته تدارکات به هر کدام اشتراکچی در برابر لباس‌های ورزشی اینچنین توی فوتبال انعام گردید. همچنین فستیوال مذکور در روزهای استراحتی در ناحیه شهرستان و شهری بوستانی ولایت سوغد نیز دایر گردید. عید فوتبال با عکسبرداری همچون خاطره به انجام رسید. همکنون میرویم به مسابقه ورزشی تکواندو به شهر خوروغ که بیش از 120 نورس و جوان را از شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان به مسافه هم آورد. پس گزارش ما را از شهر خوروغ پیگیری کنید. هفته سپری شده در شهر خوروغ میان نورسان و جوانان مسابقه تکواندو دایر گردید که شماره بیشتری ورزشکاران را از قلمروی ولایت به مسافه هم آورد. غیر از رشته‌های ورزشی والیبال و فوتبال و گوشتین این رشته ورزش هم در قلمروی ولایت در مرحله نوی انکشاف بوده میان نسل نورس محبوبیتی خاص دارد. نورسان و جوانان ولایت دوام چند سال اخیر توانستند که در مسابقه‌های سطح ولایتی و جمهوریوی از این رشته ورزش با موفقیت برآمد کرده به گرفتن دستاوردها مشرف کردند. همچنین 2 نفر از داوران ولایت به گرفتن داوری درجه بین المللی نیز شرفیاب شدند. مسابقه امروز هم در میدانچه تازه بنیادی نزد مجمع ورزشی در فضای کشاد و طبیعت ناتکرار شهر خوروغ جریان گرفته بیش از 120 ورزشکار برای به دست آوردن نشانهای فخری تلاش ورزیدند. ورزشکاران در سن و سال کودکان، نورسان، جوانان و کلانسالان قوازمایی نموده ایستادند. مسابقه هم بین پسران و هم بین جوان دختران از نمود کروگی برگزار می‌گردد. این چنین در نظر داشته شده است که مسابقه از نمود پونسه و معاربه دستوی نیز برگزار کرده می‌شود. مسابقه مذکور همچون یک عامل خوب برای دریافت بهترین ورزشکاران و آماده ساختن آنها به مسابقه‌های جمهوریوی شده می‌تواند. برای داوری مسابقه بهترین داوران و مربیان این رشته ورزش جلب گردیدند که آنها از امکانیت‌های حسابی الکترونی خالها نیز برخوردار بودند. مسابقه ثابت نمود که این رشته ورزش میان نورسان و جوانان محبوبیتی خاص داشته. هر کدام ورزشکاران تلاش می‌ورزیدند تا به هیئت بهترین های مسابقه شامل کرده شوند و برگزاری چنین مسابقه ها زمینه خوب برای آماده شدن تکواندوچیان حدودی ولایت می‌گردد. دوستان ارجمند، به طور اخچام دیگر رویدادهای ورزشی هفته سپری شده را در بخش خبرریزی برنامه منظوری شما می‌گردانیم. متوجه باشید. هفته سپری شده میان جوانان محله دشت بالای شهر خوروغ مسابقه فوتبال خرد گذرانیده شد.
мусобиқа дар майдончаи тозабунёди маҳалла доир гардида ба хотири пост доштани собиқ варзишгарони ҳудуди вилоят баргузор гардид. 8 даста барои ба даст овардани нишонаи фахрии мусобиқа талош варзиданд. Дар даври ниҳоӣ дастаҳои ифтихор ва зардод андари майдони рақобат шуданд ки тими зардод ғалаба кард. мавсими нави лоиҳаи муҳташами Федератсияи футболи Тоҷикистон таҳти унвони футбол ба назди шумо меояд ба кори худ аз семинар ва курсҳои омӯзишӣ шурӯъ намуда дар марказҳои маъмурии вилоятҳо бо ҷалби васеъи ҷавонони болаёқат мураббиёнро тайёр карда истодааст. Дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон низ бо иштироки довталабон аз 10 шаҳру ноҳияҳои минтақа курси омӯзиши таълимӣ барои гирифтани иҷозатномаи мураббигии Д ба кори худ шурӯъ кард. омӯзиши мазкурро дастурдиҳандаи Федератсияи футболи Тоҷикистон Иззатҷон Исҳоқов гузаронида давоми 4 рӯз машғулиятҳоро ба таври назариявӣ ва амалӣ ба роҳ мондааст. 23 апрел дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғ дар майдони назди қасри варзишӣ миёни наврасону ҷавонон ва варзишгарон тамринҳои оммавии пагоҳи рӯзӣ зери шиёри зебоӣ, тавоноӣ ва донаи аз варзиш аст гузаронида шуд. дар чунин тамринҳои солимгардонӣ бештар варзишгарон ҷалб карда шуданд. ҳафтаи сипаришуда дар ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мусобиқаи волейбол барои дарёфти ҷоми раиси вилоят ҷамъбаст гардид. дар мусобиқаи мазкур 14 даста миёни мардон ва 12 даста миёни бонувон барои ба даст овардани нишонҳои фахрӣ талош варзиданд. дар анҷом дастаҳои ғолиб бо нишону тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. бинандагони азиз, ташаккур ба шумо ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамраҳӣ кардед. барномаи иттилоъоти ҳафтаи варзишро инҷо ба поён мебарем. барномаи дигари телевизиони варзиш идома доранд. моро пайгирӣ намоед. хайр.